و صافی وطن. و صافی وطن. اولین مرتبه در تاجیکستان برای روزنامه‌نگاران و کاربران صحیفه‌های اجتماعی در شبکه اینترنت فستیوال آزمون و صافی وطن برگزار می‌گردد. مقصد اساسی فستیوال آزمون تربیت احساس وطن‌دوستی و افتخار از استقلال دولتی، احترام و محبت به وطن و رسم و آیین‌های مردمی، دریافت مؤلفان با استعداد، ایجادکار و نوآور و با مهارت، ترغیب و معرفی دستاوردهای سالهای صاحب استقلالی، تاریخ ملت تاجیک و فرزندان فرزانه آن، معرفی تاجیکستان در عرصه بین المللی، وصف طبیعت ناتکرار، عالم حیوانات و نباتات، پرندگان و آبهای شفابخش این سرزمین کهن تمدن می باشد. فستیوال آزمون از ماه اپریل تا آخر اکتبر سال 2024 گذرانیده شده. مواد برای آزمون توسط پست الکترونی آزمون سنجابک خاور نقطه TJ تا آخر ماه اکتبر قبول کرده می شود. فستیوال آزمون و صافی وطن در 4 نامیناسیا بهترین مواد نثری از جمله مقاله، حکایه و قصه، بهترین رولک تبلیغاتی، برنامه یا فیلم مؤلفی کوتاه، بهترین ترغیبگر دستاوردهای ملی و بهترین ترغیبگر موضوعهای سیاسی در واسطه‌های اخبار عامه و شبکه‌های اجتماعی اینترنت دایر می‌گردد. غالبان صاحب مکافات پولی، دیپلم و دیگر تحفه‌های خاطروی می‌گردند. فستیوال آزمونی و صافی وطن ماه نوامبر جنبست کرده می‌شود. برای معلومات بیشتر با سامانه www.khavar.tj و با تلفن‌های 888 08 34 04 238 54 23 و 238 54 65 مراجعت نمایید.